سلام دوستان عزیز، امروز میخوام درباره آزمون سلپیپ، شرایط برگزاریش و همچنین کلاس‌های تخصصی این آزمون در مرکز ایران بریتانیا باهاتون صحبت کنم. آزمون سلپیپ در مقایسه با آزمون‌های آیلتس و تافل مزایای بسیاری داره، مثل تعداد سوالات کمتر، 4 گزینه‌ای بودن سوالات ریدینگ و لیسنینگ بدون نمره منفی، اسپیکینگ کوتاه تنها 9 دقیقه‌ای، اونم با سوالات ساده‌تر. آزمون سلپیپ یکی از مهمترین آزمون‌های زبانه که سطح زبان داوطلبان خارج از ایران به خصوص در کانادا رو مورد سنجش قرار میده. نمره این آزمون از 0 تا 12 تعیین شده. این آزمون به 2 نوع جنرال و LS تقسیم میشه. جنرال برای شهروندی و LS برای اقامت دائم کانادا است. دوستان عزیزم، مرکز ایران بریتانیا به عنوان یکی از پرسابقه ترین مراکز زبان ایران اقدام به برگزاری کلاس‌های تخصصی آزمون سلپیپ به صورت حضوری و آنلاین برای تمام داوطلبان نقاط مختلف ایران و همچنین در خاک کانادا گرفته. مزایای شرکت در کلاس‌های ما چیه؟ هزینه مناسب کلاس‌ها، ارائه اکانت آزمون آزمایشی رایگان، ارائه تمام منابع به صورت رایگان، برنامه آموزشی هدفمند و نکته قابل توجه پشتیبانی استاد در روزهایی که کلاس تشکیل نمیشه برای اختصاص دادن رایتینگ ها و اسپیکینگ ها و بررسی روند پیشرفت شما. نکته دیگه این که کلاس‌ها خصوصی هست و انتخاب روز و ساعت کلاس با خود شماست. روش آموزشی ما به چه صورته؟ بعد از تعیین سطح رایگان و سنجش سطح زبان شما، استاد یه برنامه مخصوص برای مطالعه و بالا بردن سطح زبان عمومیتون براتون مینویسه. بعد استاد با شما در ارتباطه و یه مشاوره رایگان درباره نقاط ضعف و قدرت شما به شما ارائه میده. بعد از اون کلاس‌های شما با توجه به زمانی که برای شرکت در آزمون داریم به صورت 2 جلسه در هفته خصوصی یا فوق فشرده 3 الی 4 جلسه در هفته تنظیم میشه. برای مشاوره رایگان با اساتید مرکز ایران بریتانیا به صورت تلفنی یا در واتساپ تماس بگیرید. به امید موفقیت شما زبان آموز عزیز.